آسانی در امر ازدواج و به هر حال الان در این شرایط ازدواج همه موندن، هیچ کس نمیتونه طلا بخره. طلایی که با این قیمت بالا رفته که همه ما میدانیم، چه کسی میتونه طلا تهیه بکنه؟ و لحاظا این از قدرت همه خارجه، الا ماشاءالله اگر کسی تکتو کی جایی باشه که بتوانه. و لحاظا ازدواج را به تاخیر نیندازید برای نبودن طلا، یا بیاید توی تالار پذیرایی بکنه. چه ضرورته که به تالار پذیرایی بکنه؟ فهمی خانه تو نیاز نیست 1000 نفر کسی را گفته که برای کمک بکنه. ایدمی چند روز قبل ازدواج من که از کارمندان حوزه و خدمتگزاران از من گفتن که چه مشکلتون چیه؟ گفتن که مشکل پذیرایی داریم، ولیمه داریم. گفت میمان؟ من گفتم چه اندازه؟ گفت 1000 خورده. گفتن 1000 چرا؟ آقا 40 نفر 20 نفر 30 نفر 100 بالاخره پذیرایی بکن. و 1000 نفر از کجا پذیرایی بکن؟ بگه چند تا خانه خالی کردن و در همون خانه ها پذیرایی بکنن. و بالاخره این یک رسم افتاده که هم اولیای دختران و خانواده دختر تقاضا میکنه که اینقدر پذیرایی زیاد بشه و بیشتر تقاضای اوناست، چون به نفع خانواده پسر نیست که پول داشته نباشه بره از کجا قرض بگیره. و لحاظا نتیجه اینه که ازدواج به تاخیر میفته و آسانی بکنه. و لااقلش هم اینه که بر سر مهریه بگذارید، هرچی که نرسید آینده تهیه بکنه و آسان بگیرید تا جوانان ازدواجشون شکل بگیره، صورت بگیره. این برای دیانتشون هم مفیده. و به هر حال ازدواج نصف ایمانه و ایمان حفاظت میشه، دین انسان حفاظت میشود. و انشالله در این رابطه توجه و مهریه را حالا سنگین نکنید. حالا سکه ها بعض میخوان عقد ببندن. چقدر مهریه؟ 100 سکه، 50 سکه، 2 سکه. و این سکه ها خیلی سنگینه. حالا بالاخره یک چیزی ما بگذاریم که باید گذشته مهریه اگر سکه زیاده در فامیله بوده حالا تغییر بدن، پایین ترش بیارن، سکه ها را کمتر کنن و به هر حال آسان باشه که بتوانند جوانان ازدواج بکنن.